سلام به دوستان، خوبید؟ انشالله که خوب باشید. من یه 2 روز اخبار ایران رو دارم رصد میکنم. آدم نمیدونه بیخیال بشه، چون بعضیا درسته پیچشون راجع به سیاسی و اینا نیست و اگه هم بخوان حرف بزنن میترسن که مثلا بعضیا موافقشون نباشن و مثلا اه، ترک کنن پیجشون. ولی من اینطوری نیستم. من چون به هیچ آدم وقتی به هیچ گروهی وابسته نباشه بیشتر میتونه مسائل رو ببینه. حالا شاید سالها پیش وقتی خیلی جوان بودم 20 سالم بود تو مسائل سیاسی بودم و حتی قبلا بهتون گفتم زندانم بودم، ولی دیگه سالها که گذشته من از راه دور نگاه میکنم و مردم رو لمس میکنم و جدیدن از سال مثلا 4 سال پیش دیگه میرم حتی 3 ماه هم میمونم و پیش خانواده‌ام و برمیگردم. غرض از صحبت امروزم اینه که من پارسالم که دیدید اینا که قدیمی هستن اینجا میدونن که من 3 روز قبل از اینکه جنگ بشه خبر نداشتم. برای بیماری که داشتم رفتم ایران. منتها همون روز تولد من بود 12 جون 22 خرداد فکر کنم میشه به ایرانی. جنگ شروع شد و من زیاد ترس نداشتم. بیشتر دوستای هلندی بلغاری ناراحت بودن که چرا من رفتم. فکر میکردم من میدونستم که جنگ میشه و چرا رفتم. که بهشونم گفتم من اطلاع ندارم، ولی گفتم که تازه خوشحالم که رفتم، چون میتونم این مشکلاتی که مردم ایران دارن یا با خانواده من اونا رو با اونا شیر کنم. یعنی خون من رنگین تر از خون ایرانیا نیست. و دیدید که من اصفهان بودم. حتی اون چیزایی که میزدن موشکایی که ایران میفرستاد خطش قشنگ از بالا سرمون رد میشد. من داشتم با خواهرام میبردمشون جگر بخوریم جاتون خالی اینا. یه اتفاق افتاد. ولی من نمیترسیدم، چون اون موقعی که جنگ بود من 1 سال تو آبادان موندم زیر خمپاره ها، زیر در صورت گذشت و اینا. ولی من به اومدم گفتم چون دیگه واقعا جنگ شده بود و اینا، اومدم گفتم اگه میخواید عوض کنید این برنامه اینا رو، یا حالا چنج بکنید، سیستم رو عوض کنید، یا به قولن مهرا رو عوض کنید، اصلا انتظار نداشته باشید که یک کشوری بیاد به شما خدمت کنه بدون اینکه هیچ چشم‌داشتی داشته باشه. یعنی واقعا همینه. ولی خب خیلی ها هستن شاید دیدشون زیاد واضح نیست و فکرشون اینه که برای رسیدن به هدف باید به هر وسیله دست بزنیم. حتی این روشی بوده که کمونیستا قبلا میگفتن، حتی ترور میکردن، میکشتن. و من اون موقع یه حرف زدم، البته خیلی از دوستانم با من هم عقیده بودن، ولی خب کارت وقتی به استخون میرسه دیگه همونی که گفتم، برای رسیدن به هدف به هر وسیله دست میزنن. حتی امکان داره به ضررشون بشه، یعنی از چاله بیفتن تو چاه. و دیدید که حرف من درست بود. اوایل جنگ که حرف زدم، چند روز گذشت دیگه اسرائیل داشت یواش یواش خونه ها رو هم میزد دیگه. الان دوباره داستان همینه. یعنی ما تا حالا چند بار سابقه داشتیم که مردم بلند میشن، حقشون هم هست که بلند بشن. یعنی اگه یواش یواش مثل بلغار، دیدید که بار اول که 3 سال پیش بود اصلا کسی استقبال نمیکرد، مردم میمدن ولی تسلیم نشدن. ولی هر سال میمدن تعدادشون بیشتر میشد. دیگه امسال واقعا دیگه زیاد شد. گذاشتم شاید لینکش رو بذارم دوباره اینایی که جدید هستن ببینن. ولی چی، هیچ کس شعار غیر از چیز نمیداد، هیچ کس نمیریخت ساختمان رو خراب کنه. بودن یه عده تو شهر صوفیا که قصدشون خراب کردن، ولی مردم به شدت اعتراض کردن به اونا، چون میدونستن اگه مثلا بزنن شیشه ها رو بشکنن اینا، مردم های عادی دیگه میترسن بیان تو خیابون.
و تعداد کم میشه. ولی تجربه که پیدا کردن دیگه نذاشتن اون گروه های تندرو، شاید هم بعضی وقتا از طرف خود دولت میان این کارو کنن که مردم متفرق بشن. ولی الان داستان ایران اینه که تا مردم میان بلند بشن یه عده‌ای موج سواری میکنن، به قول خودمون نمیدونم رئیس موساد میاد مثلا میگه من هواتون رو دارم. بعد کشوری که همه قتل انجام داد، همه کشورها به جز تعدادی از مردم ایران، همه کشورها اصلا اینو قبول ندارن دیگه. این باید بره دادگاه لاهه، چون جنایت کرده. ولی من میدونم که من الان اینو بگم خیلی هم میگن ایران داریم تحت فشار. من اینو قبول دارم، من میدونم چقدر سخت، من خودم هم ضرر کردم، اینو باید بهتون بگم. ولی پرانتز باز کنم، من سال 2020 سابقه یکم فکر کنم 2022، یعنی 4 سال پیش 3 سال پیش گفتم که پول بذارم تو بانک، چون زمان روحانی بود دیگه داشتن یواش یواش مسئله چیز داشت درست میشه. یادتون باشه مسئله کنم 4 سال پیش بود، آره، مسئله هسته‌ای داشت درست میشد. خب من پیش خودم گفتم الان دلار میاد یورو میاد پایین و اینا، به نفع برم بذارم تو ایران، تو بانک بذارم. سودش هم موقع فکر کنم 14% 15% بود. بعد گفتم خب میذارم طوری باشه، چرا نه، خودش اینو کمک به بانک مردم ایرانه. ولی اون 30,000 تومان الان شده 150 تا، یعنی من بیشتر از 1 میلیارد من ضرر کردم. پس منم ضرر کردم، این همه زحمت کشیدم. این پولی که به دست میاد اینجا اگه روی شرافت مانده باشه تو اروپا خیلی به سختی به دست میاد. خب منم اینجا 1 میلیارد ضرر کردم، یعنی پولام شده 1/4، از 30 تا شده 150 تا یورو. منظور اینه که من درکتون میکنم، من خودم خیلی ناراحتم از این مسئله که ایران فامیلم مثلا خیلی از اعضای خانواده‌ام پول ندارن، وقتی میرم اونجا باید کمکشون کنم، جوونه مخصوصا بیکارن. ولی موضوع اینه که نمیدونم چرا وقتی اینطوری حساس میشه مردم جمع میشن سریع مسائلی پیش میاد که مردم کنار بکشن یا سرکوب بشن. حالا یا غیر مستقیم این مسائل یا مستقیمه. بعد اسرائیل همیشه خودش رو پیش میکشه که من میام کمکتون میکنم. خب خیلی دوست ندارن اینو و میترسن و دیگه نمیان تو خیابون، حتی بچه هاشون هم میگن دیگه نرید. منظور من این بود که متاسفانه دوباره این اتفاق نخواهد افتاد. امیدوارم که یه عده‌ای وقتی چیز میکنن، ارگانیزم میکنن، یعنی تشکیلات داشته باشه این راهپیمایی‌هاشون، آروم باشه، جمعیت هی بیشتر میشه و جواب میده. قبول کنید دوستان. ولی متاسفانه کشورهای جهان سوم مثل ایران، مثل کشورهای دیگه، راهپیمایی‌هاشون هم چیزه، یعنی چیز نیست، تشکیلات انجام نمیده. یعنی تو میزن تو خیابون، دسته که مثلا یه عده قشنگ بیان راهپیمایی کنن، یه عده‌ای هم بیان خودشون انتظامات به عهده بگیرن این طرفا، که نذارن عده‌ای که فرصت طلب بیان از اینا سوء استفاده کنن. گفتم اینه امروز بیام بهتون بگم. متاسفانه حالا امیدوارم که ادامه پیدا کنه، مردم واقعا خسته شدن. حالا به هر صورتی شده یا ثمر بده، رژیم عوضی که خیلی سخته، چون هنوز هم خودتون میدونید آدم باید صادق باشه با خودش، هنوز طرفدار زیاد داره. زمانی میتونه انجام بشه که بیش از 50% مردم دیگه مخالف بشن. بعد من ترسم اینه که بشه مردم بزنن تو خیابون، مثلا شیشه ها رو بشکنن، مسلحانه بشه و یه عده‌ای رو گفته دیگه، موساد گفته من لیدرتون میشم. خب لیدر که خودش نمیاد، خود موساد که نمیاد تو خیابون. گروهایی داره مثل همین داعش که انداخته جون مردم سوریه، میگن نه ترسونید مردم رو، ولی غیر از این روش دیگه نداره که میگه بزنید تو خیابون.
نمیاد که بمب بریزه تو تظاهرات مامورا رو بکشه، چون مردم هم کشته میشن. همین از این لحاظ میاد مثلا گروه های تروریستی رو میریزه تو ایران و آشوب به پا میکنه، همونطور که اون موقع اینطور شد. من اینو هشدار میدم. حالا نمیدونم، گاهی بعد شاید دوستان امیدوارم ازم ناراحت نشن که اینجا هستن. من دوست دارم همیشه، چون منو نه رژیم قبول داره، برای همین من مهاجرت کردم چون پرونده داشتم، نه مجاهدین قبول داره چون من دیگه نیستم اونجا، با اونا نیستم، و نه کسایی که شاهن، چون من میگم شاه اصلا یه موره سوخته ای اگر بیاد جواب نمیاره، چون یا ترور میشه یا با مجاهدین درگیر میشن، یعنی یه درگیری داخلی میشه. گفتم اینو بیام بهتون بگم، البته بازم میگم از دست من ناراحت نشید، این طرز فکر منه، چون هرچی گفتم واقعا درست در اومده و امیدوارم که مردم هوشیار باشن، بریزن تو خیابون، ولی هوشیار باشن. کسی یادم میاد اون موقع مثلا کسایی که مثلا یه چیزی که میگیم داخل اینستاگرام فوش میدن سریع، دیگه نمیدونن که منظور طرف چی بوده، فوش میدن. و من یادم میفته به اون زمانی که یه عده مخالف بودن که حکومت اسلامی شده، میگفتن باید اسلامی دموکراتیک بشه. خب خیلی ها بودن تظاهرات میکنن تو خیابون، یکیش خود من بودم، سن من کم بود، ولی یه عده چماقدار طرفدار رژیم بودن که نه منطق سرشون میشد، نه میتونستن باید بحث کنن، کم میوردن، بهشون میگفتن چماقدار. حالا بپرسید، نه که سنشون کمه، پدر مادرشون بپرسن، یا بهشون گفتن چماقدار، میگفتن فلانجن، یعنی هیچ منطقی ندارن، فوش میدن. خب شما اگه واقعا طرفدار نمیدونم شاه هستید یا طرفدار مجاهدین هستید، وقتی میایید با مردم عادی یه چیزی که میگه فوش خار مادر بهش میدید، خب این دیگه میگه این منطق اینا هم همینطوره، که اینا هم پس همینطوره، اگه هم بیان سر اسمش چی میگن، سر قدرت، اینا هم این کار رو میکنن، اینا هم خیلی ها رو اعدام میکنن، اینا هم هر کی یه چیز یک کم حرف انتقاد کنه میگیرنش میدن تو زندان. اینه که من دوستانه بهتون میگم، چون من زیاد شاید 1000 خورده ای دارم، من کسایی که من رو دنبال میکنن، دوستانه بهتون میگم خیلی حواستون باشه، اگه میرید برای حقتون میرید تو خیابون، با اونایی که تندروی میکنن فاصله بگیرید، چون اونا قصدشون به نفع مردم نیست، اونا یه جاهای دیگه دارن تغذیه میشن، یه عده هم فریب میخورن دیگه، از جایی تغذیه میشن و میخوان ایران رو کوچیک کنن. قصدشون هم برطرف کردن رژیم نیست، یعنی هیچ رژیمی قبول ندارن بیاد، اینا دوست دارن ایران رو کوچیک کنن، دیگه کوچیک کردن قبلا. ایران خیلی گسترش داشت، از افغانستان گرفته تا عراق و تا حتی ترکیه تا نمیدونم گرجستان، اینا مال ایران بود. کشورهای یاقی مثل شوروی سابق و حالا دیگه آمریکا و اسرائیل، اینا میخوان کشورها رو، کشورهایی که بزرگ هستن تو منطقه رو کوچیک کوچیک کنن. چرا بهشون هسته‌ای دادن، سلاح هسته‌ای؟ چون قدرت اون بالا سرشون با هسته‌ای باشه که اگه دیگه کار به شکست رسید از اون استفاده کنن. امیدوارم که این مسئله دوباره به خوبی به پایان برسه، به نفع مردم به پایان برسه، نه به نفع رژیم یا کسایی که کمین کردن. من توی اینستاگرام یه چیزی گذاشتم، ولی مطمئنم که فوشم میخورم، ولی من همیشه حرفمو میزنم. گفتم مواظب باشید که نتانیاهو در کمینه. برام نوشتم که یادم افتاد به داستان قدیمی که مرغه به بچه‌هاش میگفت که نرید بیرون و اینا، گربه تو کمین میخورهتون. بعد جوجه میگفت، یادش بخیر، کتاب درسی بود، میگفت مادرم چقدر ترسوست به خیالش که گربه هم لولوست، گربه حیوان خوشخط و خالی است. حالا یادم میاد بعضی وقتا می‌نویسن بیبی بیا نجاتمون بده، بیبی جون نمیدونم، بیبی نمیدونم فلان، یا ترامپ چقدر قرمز صدقش میرن. و این نشون میده که واقعا من یکی که تو ایران نیستم خیلی خجالت میکشم
که اینا رو مثلا خارجی بیان ببینن بگن نگاه کنید خودشون قدرتش ندارن که تو خیابون بیان قرم صدقه کسی میرن که قاتل هزاران انسانه. امیدوارم دست من ناراحت نشید، گفتم اینو بگم. این میخواستم نگم، دوباره گفتم بیام بگم، اخطار بدم بهتون، مواظب خودتون باشید. دوست ندارم یکی از شما صدمه ببینه، ولی خب حقتونه، اینا که دوست دارن برن تو خیابون حقشونه برن بگیرن، ولی مواظب کسایی که در کمین نشستن، این مثالی که زدم گربه، مواظب باشید چون خیلی در کمین هستن از آب گلالود ماهی بگیرن. ایران مال همه ماست و ما ایران رو باید با دو دستی نگرش داریم، چون این رژیم میاد و میره که یه روز پشیمون نشیم که چرا این کار انجام دادیم. اینم ویدیو من یادگاری بمونه، مثل اون یکی قبلی راجب سوریه هم من 2 سال پیش که تازه بشار اسد رفت یه ویدیو گذاشتم نگاه کنید، گفتم به زودی سوریه دست این و اون میفته که خیلی هم مخالف من بودن، ولی الان داره میبینید که خیلی از جاهاشو داره اسرائیل میگیره، خیلی جاهاشو دست ترامپ، حتی سر ترکیه هم داره بیکلاه میشه. مواظب خودتون باشید. یه ویدیو کوتاه هم گذاشتم، من مال دیروزه، حالم خوب نبود، دوست آمده بود، مریض بودم، اومد گفتم نه و اینا، ولی اومد برای کادو برداری. روزا سرم خیلی شلوغه، ولی گفتم بیام روز آخر سال 2025 که فردا شب ساعت 12 سال تحویله باتون باشم. مواظب خودتون باشید، همیشه دوستتون داشتم و دارم، حتی اگه مخالف صحبتهای من باشید. امروز مواظب خودتون باشید. دوستان قبل اینکه من دوستان بیاد یادم رفت براتون چیز کنم، این بوکس ها رو نشونتون بدم که چی من سفارش داده بودم. دوباره خیلی چیز بوده این دفعه، نشونتون میدم. اونم که اشتباه بود اصلا نگفتن پس بده، به جاش چیز دیگه بهم دادن، دمشون گرم. این برای چیزه جلو آشپزخونه میخوام بذارم باشه اونجا، من نشونتون بدم، بذارمش اینجا. جاش باله اینجا. چند تا حوله سفارش دادم، چون وقت مهمان میاد میمونه، من براشون حوله مخصوص خودشون آماده میکنم. تو حوله فقط مخصوص خوشگرمه، چون وقتی من توش میخوان غذا بخورن دنبال حوله میگردن. 3 تا حوله هست، میبینید آبیشه، آبی نفتیه بهش میگن، اینم رنگ ایتوریشه، اینم این رنگه، 3 رنگ مختلفه. یه چیز دیگه هم هست، اینا همش ارزون و قیمتا پایین، همش تو 3-4 یورو. اینم رو دوشکیه، پر قلبه. خیلی رنگش قشنگه است، همین هم براش بگیرم، چون باید تقریبا باید روی هم 25 لوا که میشه 12 یورو باید در کمتر نباید باشه. برای همینه بعضی چیزها رو دیگه میگیرم وقتی لازمه. رومانتیک هم هست، نمیدونستم لب و اینا هم داخلشه. این از این مال چیزشه، متکاشه. دوتا از این کفش راحتی ها مال کتنه هست، وقتی میان دیگه چه باحال هم هست. خیلی کوچیک هم مال بچه هم، اشتباه گرفتم. بلش کن دیگه، حوصله‌اش نداریم پس بدیم. اینا بزرگه برای خودمه. خوشگل هم هست، نگاه کنید.
2 یورو و نیم. حالا بخوای بری بازار بگیری میشه 7 یورو. اینا چون مالیات نمیخوره قدر ارزونه. اینم جفتشه. اینم از این و از همه مهمتر بهتون نشون بدم اگه یادتون باشه من میکروفون گرفته بودم اون مال به اون یکی موبایلم خورد به آیفون نخورد من دوباره سفارش برای آیفونم دادم و اینا آوردم اینم قیمتش فقط 6 یوروه دیگه مطمئنم میخوره بهش اینا یه یونیت قیچی بیارم بازش کنم میخواستم حقیقتش نشون ندم ولی دوباره فکرم عوض شد گفتم حالا که دیگه اونا رو نشون دادم بذار اینم نشون بدم چقدر سخت باز کردنشون ولی قیچی باز فردام که یک شب عیده براتون یه ویدیو کامل از سال جدید میگیرم براتون این بسته‌بندیش خیلی مجهزه نگاه کنید چطور اینو میده 5 یورو من نمیدونم آها این دیگه میخوره مطمئنم خیلی باحاله جعبش خوشگله دیدم 5 ستاره هم خورده همه راضی بودن الان که چیز کنم ببینید دیگه اینا واقعا شبیه میکروفون خب اینم چیزاشه بهش وصل میشه خیلی خوب شد الان دیگه امتحانی هم دیگه الان باتری نداره باید شارژ بشه که مطمئنم دیگه میخوره دیگه دفعه دیگه با این میام سراغتون اینم مال شارژشه گفتم نشون بدم دوستان داره میاد یه کوتاه هم از اون میگیرم یکم بخندیم و ویدیو رو تموم کنیم مواظب خودتون باشید الو امتحان میکنیم الو امتحان میکنم الو Hello. Hello. Happy New Year. Happy New Year. Don't. I am sick. I am sick. Don't kiss me. Good. Everything. Is it for you? Thank you. Thank you. Happy New Year. And welcome in the Warner. I miss you very much, Yeah, but me we're too. in distance. Yes, I am sick little bit. Okay. Yeah? Well, I was very sick today, but she really want to see me. سرما خورده بودم بهش گفتم نیاد ولی اومد از راه دور و این کادو هم برای من آورد. Я пришла в гости к Седеру, и он меня, как обычно, накормил. Hello. My following. Hello on my following. Yes. And hello to your brother, to Sasha. Happy New Year. Happy. Okay. We have a Christmas plate. And he cooking for me quickly cooking for me chicken and rice. This سریع براش غذا درست کردم. امیدوارم که خوشش بیاد. Hello. How are you? Fine. Fine. I hope A little lunch. I hope you like my Yeah. food. چی بهتر از تو که بهترینی تو ماه زیبای روی زمینی قلب من باش تا که بفهمی چه دلبرانه به دل میشینی